سلام به دوستان من، به کانال ریاضی لند خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو قصد دارم با یه تمرین یاد بگیریم که چجوری چند ضلعی ها رو از هم تشخیص بدیم. ما 3 تا چند ضلعی داریم: مقعر، محدب و منتظم. خب حالا اینکه چجوری تشخیصشون بدیم تو این تمرین حتما یاد میگیریم. بچه‌ها شکل اول رو نگاه کنین. طبق چیزی که توی ویدیوی قبلی گفتم میریم سراغ زاویه ها. اول اینکه این شکل منتظم نیست. برای چی؟ برای اینکه اصلا این شکل ما ضلع های برابر نداریم. اولین شرط منتظم بودن اصلا از شکلش از اسمش نگاه کنید، نظم. منتظم از نظم میاد. همه چی باید اندازه هم باشه. همه ضلع ها، همه زاویه ها. پس این یا مقعره یا محدبه. میریم سراغ زاویه ها. زاویه کمتر از 180. پس واسه محدب بودن اوکیه، کمتر از 180. اما اینجا که میرسیم محدب بودن کنسله. پس این زاویه، این چند ضلعی حتما مقعره. میریم سراغ بعدی. شکل بعدی اول منتظم بودنش رو چک میکنیم. آیا منتظمه؟ نه. این ضلع رو با این ضلع چک کنیم. خدا خورما فرقشونه. خب هیچ. یا مقعره یا محدبه. میریم سراغ زاویه. کمتر از 180، کمتر از 180، کمتر از 180 و کمتر از 180. قرار شد اگر تمام زاویه کمتر از 180 درجه بودن ما به اون شکل میگیم محدب. یه ویژگی دیگه هم داشت. اگه 2 تا نقطه، هر 2 نقطه‌ای که دلمون بخواد، فقط شرطش اینه که تو شکل باشه، پیدا کنین که به هم وصل کنین و داخلش بیفته، باز میشه محدب. اما اگه بتونین 2 تا نقطه پیدا کنین که بیفته بیرون، خطتون خود همش یا قسمتی از خطتون بیرون شکل بیفته، میشه مقعر. ما هیچ 2 نقطه‌ای رو نمیتونیم تو این شکل پیدا بکنیم که وقتی به هم وصلشون میکنیم بیفته بیرون شکل. پس این 100% محدبه. میریم سراغ شکل بعدی. این گول زننده است. بچه‌ها اصلا این چند ضلعی نیست. چرا؟ درست خط شکسته است، همدیگر رو قطع نکردن خطوط، ولی بازه. پس این اصلا چند ضلعی نیست که ما بخوایم راجبش بحث کنیم. میریم سراغ شکل بعدی. این شکل، ببینید بچه‌ها این علامت ها رو میخوام بهتون معرفی کنم. ممکنه خیلیاتون هم بلد باشین اینو. نگاه کنین، یه خط اینجا اومده، یه خط اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا. این داره با ما حرف میزنه. ببین چرا همشون یکی هن؟ این داره میگه این ضلع با این ضلع و این ضلع و این ضلع برابره. چجوری فهمیدم اینو میگه؟ همشون یه دونه خطن. اگه یکیشون 2 تا خط داشت، این 2 تا خط داشت، یعنی این 2 تا با هم برابرن و این فرق میکنن. اما چیزی که به من داده بود همشون یه خطه بودن. درسته؟ این از این. پس ضلع ها برابرن. برای زاویه ها هم یه علامت گذاشته. علامتش چیه؟ 90 درجه رو نشون میده. این مربع کوچولو یعنی 90 درجه. داره میگه این 90، این 90، این 90، اینم 90. خب شکلی که ضلع هاش همه با هم برابرن، زاویه هاش هم همه با هم برابرن، میشه منتظم. منظمه. میبینین؟ هم ضلع ها با هم برابرن و هم زاویه ها. پس ما این شکل رو یه چند ضلعی منتظم میدونیم. برای شکل بعدی، اولا که منتظم نیست. این ضلع با این ضلع بیخیال، منتظم نیست. اصلا بحث نداره. یا مقعره یا محدبه. درسته؟ میریم سراغ چی؟ زاویه ها. کمتر از 180، کمتر از 180، بیشتر از 180. یکی از ویژگی‌های مقعر بودن این بود که میتونم 2 تا نقطه پیدا بکنم داخل شکل که وقتی این 2 تا رو به هم وصل میکنم قسمتی از خطم یا همش میفته بیرون شکل. این تیکه
الان افتاده بیرون شکل، میبینید؟ ولی توی مهدب داخل شکل بودن. خب پس نتیجه شکل ما یه مقعره. میریم سراغ شکل بعدی. این شکل بچه ها ببینین اینجا باز اومده برای ما علامت گذاری کرده. داره میگه این زل با این زل مساویه، ولی فقط این نیست، با اینم مساویه، با اینم مساویه، با اینم مساویه. انگار که میگه اندازه همشون انقدر. خب پس چون علامت همه اینا روی زل، تمام زل ها علامتش یکیه، پس تمام این زل ها مساویه. خب الان ما باید به کی فکر کنیم؟ مقعر، مهدب، منتظم. 100% مغزمون میره سمت منتظم. بقیهش رو چک میکنیم. فقط زل کافی نیست، زاویه ها هم باید مساوی باشه. زاویه ها اونم اومده علامت گذاری کرده. وقتی که برای همشون یه علامت گذاشته یعنی همه برابرن. بچه میتونست مثلا برای این 2 تا خط بذاره، برای این هم 2 تا خط بذاره، بقیه یکی بودن. اگه به این شکل بود تمرین یعنی این 2 تا مساوی هستن، اما این 3 تا با هم مساویان و اینا با اینا مساوی نیستن. پس علامت ها باید عین هم باشه. حالا که همشون علامتاشون عین همه، یعنی تمام این زاویه ها مساوی هن، تمام این زل ها هم مساوی هن. پس قضیه چیه؟ 4 زلیمون میشه منتظم. السلام. حالا شکل آخر، این شکل یه دونه 6 ضلعیه. خب بعد اومده روی زل ها علامت عین هم گذاشته. به چی باید فکر کنیم بچه ها؟ 100% به منتظم. قبوله. زل ها همه اندازه هم دیگه. زاویه ها چطور؟ برای زاویه ها هیچ علامتی نذاشته. این یعنی این که زاویه ها ممکنه برابر نباشن، ممکنه برابر باشن، ولی وقتی واسه من علامت نذاشته یعنی برابر نیستن. پس با اینکه زل ها برابرن، چون زاویه ها برابر نیستن، ما دیگه نمیگیم منتظمه. حالا دیگه میریم سراغ اون 2 تا چند ضلعی دیگه، یا مقعر یا مهدبه. اولین زاویه کمتر از 180، کمتر از 180، کمتر از 180، کمتر و کمتر از 180. پس چیه بچه ها؟ مهدب. این هم از این. پس توی این تمرین یاد گرفتین چطور میتونین چند ضلعی های مقعر و مهدب و منتظم رو از هم تشخیص بدین. اگه خوشتون اومده لایک بذارین و اگه دوست دارین با ویدیوهای بعدی من همراه باشین سابسکرایب کنین. مرسی که با من بودین.